بچه‌ها مورد علاقتون سلام. یه توضیح بده به بچه‌ها که تو چرا اینجایی الان ما اینجا به تو رسیدیم. سرباز مسلحم. البته تموم شد دیگه. آره دیگه آخرش اومدن بچه‌ها نمایشگاه بود. قشنگ خوابه می‌بینید. بعدش صابونه خریدم. ببین صابونه سالم. فرح بخش. می‌بینی صابونه رو از صابونه بگیر دیگه. چرا داری هم من میگیری؟ مگه من صابونه‌ام؟ صابونه با سس حالا خوردی؟ صابونه با سس. سس محرم. زمان بندیمون بد بود انقدر زود اومدیم. اشکال نداره. ای بابا. می‌بینی یگانه؟ حتی مغازه ها هم بسته بود. مغازه خیلی میای تومه. نه توت نیستم. این دوربین از دور میگیره ولی تو فکر میکنی توته. ما امروز اینجاییم که به بچه‌ها بگیم که آیا نمایشگاه کتاب اومدن ارزششو داره یا نه. این از جاذبه‌های گردشگری مصلی. کلاق. بچه‌ها من نمیدونم چرا این ساعت صبح اومدیم اینجا، چون که واقعا تا حالا تو زندگیم نمایشگاه کتابو انقدر خلوت و وحشتناک ندیده بودم. اصلا هیچکی نیست بچه‌ها، هیچکی نیست. واقعا نمیدونم اصلا چه فکری کردیم با خودمون انقدر زود اومدیم. آره گفتم بگم بهتون که 8 صبح. نکته اول 8 صبح نیاید نمایشگاه کتاب، ساعت 10 به بعد. درسته شلوغه ولی باز بهتره. الان اکثر جاها بسته است. نمیگفتی همیش اسکلی 8 صبح نمیاد نمایشگاه کتاب. من چیم اینجا؟ اون چیه اونجا؟ تو چی اینجا؟ دو تا اسکل. من سربازم، من مجبورم. من اسکل خدا دادیم. گاهی به دکمه ها نگاه کن. گاهی به دکمه ها نگاه کن. بچه ها گاهی به دکمه ها نگاه کنید. نگاه کردی به دکمه ها؟ بازی رو میزیون است. آره بسته است بچه ها. میتونم از این دو براتون میبینید؟ ای ا او ای او ای ا او ای او او. نه پنگوئن رو نمیخوام. بریم بگردیم ولی توی سیستمشون با هیچی نداره. تا اینجا سیستمشون هم از 10-1 یه جوری به حالا یه چیز خدا دیگه میزنه شاید داشت بدبخت. یه جوری ناراحت شدی؟ من نگاه میکنم. بنویس و پاک کن. بلدم نقطه ها رو بس. چه حسی داری تو بخش کودکان و جوان؟ لای شکرت بی‌نظیره. محشره. تو چه حسی داری تو بخش کودکان؟ چه حسی نداره. کتابای مورد علاقه ابراهیم بگیرم برات؟ ممنون میشم. دوست داری؟ تازگی ها پیپیم لجباز شده. این هم کار داره. اون هم خوبه. یکی از قشنگترین محوطه‌های مسلح این محوطه است. تونل اینجا شبا چراغا روشن میشه، خیلی قشنگ میشه. وقتی سرباز مسلحی. اینجا رو بهش میگن صحن یاس، حیات یاس. بچه ها من دنبال انتشارات میلکانم. سلام برای بار هزارم. خب میلکان دنبال انتشارات شبستان راهرو 11 غرفه 11 این 24 فکر کنم. 22 26 22 19 بابا. بریم. اینجا خیلی خنکه. این دیگه خوبی های مسلحه نه نمایشگاه. فقط هم اینجا میدونی چقدر میدونستی فقط هم اینجا خنکه بچه ها. میدونستی چیلرهایی که اینجا رو خنک میکنه
یه مسئول نیروی حراست داره که 12 بنده خدا عوض میشه، یعنی 24 داره ازش نگهداری میشه. حالا اسم نمیبره که خیلی- کیه ها، خیلی خودشو پوله. داره میگه. نه بابا حراست داره. بعد خیلی نه گرونه. ما نیستیم بچه‌ها. خیلی گرونه چیلرها. فکر کنم مثلا هولوش 3-4 میلیارد تومان فقط مثلا از اینا چیلرها باشه. آره حالا میخواستم اینو بگم که این قسمت که بهش میگن چی؟ شبستان. این قسمت که بهش میگن شبستان واقعا خنکه. بیرون خیلی گرمه، اینجا خیلی اوکیه. شهرکی مثلا یه سری اومدن گفتن که آقا این خطش خیلی خط مثلا ساده است، مثلا خط نستعلیق باشه یا یه دونه ته داشته باشن، این کلیشه ها به روش کنند یا گراوره بهش کلیشه میگن دیگه. جای اون حروف اینا میچسبوندن روی یه پایه‌ای داره اونجا الان هست، روی اون پایه میچسبوندن دیگه، مثلا حالا مدلدار، مثلا حالا هر نقشه‌ای که می‌خواستن دیگه با این دوباره چاپ می‌کردن. بعد این ماشین علاوه بر اینکه چاپ میزنه، پرفراژ میزنه، شماره میزنه. پرفراژ وقتی کاغذ رو قبض میگیرید نقطه داره میکنن، اونا پرفراژ هست. پرفراژ داشته تو این نیست کلا، یعنی میتونه بزنه، شماره میزدش، قالب میزد، نیم تیغ میزد. این برچسبایی هستش که برچسب کنده میشه، اونا همه با این ماشین، همین الانش با این ماشینا میزنن، چون این ماشینای جدید ماشین افست قابلیت خط تا نداره. بعد مثلا برجسته میزنه، یا کلیشای نرم ماده، یه دونش اینجوری این ور چسبیده میشد، یه دونه مثلا نرش این ور چسبیده، این کاغذ میومد بین این دوتا مثلا برجستهش میکرد، کلیشه نرم ماده. سلام مجدد. سلام. خب بچه‌ها نظر نهاییمون رو به نوبت میخوایم بگیم. از نکات مثبتش بخوام بهتون بگم، فضای داخلی واقعا خنکه، اوکیه. بعد تنها چیز مثبتش همینه. شما بیا نظرتو بگو، اینم صدا. به نظر من هیچ چیز مثبتی نداره، نیایید. نظر شما به چیه؟ نظر من چون 2 سال تو مسلح هستم ارق دارم روش، یه بار ارزش داره، ولی واقعا بیشتر از اون دیگه. بعد اینم بگم که ما در طول روز گرما اومدیم، یعنی شبش خیلی باصفاتر کلا، ولی خب دیگه به هر حال یه بار ارزش اومدن داره، ولی بیشتر از اون دیگه خیر. مثلا سالی یه بار یا هر چند سالی یه بار؟ آها یعنی کل عمرت یه بار؟ همونه، هیچ فرقی نداره. منظورت همین بود که نیایید. در اصل ما به عنوان کسایی که کتاب میخونه پیشنهاد نمیدیم آقا جان اینجا رو برید. انقلاب هم قیمتاش بهتره. همین که کتابا ایشون رفته میگه با نه الان تاریکه، با 50% تخفیف میتونید خیلی از کتابا رو داشته باشید و الکی به خودتون خستگی ندین. من نمیدونم قدیما واقعا با چه ذوقی می اومدیم وای نمایشگاه کتاب، چقدر بهمون جایزه میدادن، خیلی چیزا بهمون دادن. چی؟ الان میخوام پرتم کنم بیرون. آره الان همش میگن حجابتو رعایت کن، بعد میگن برو بیرون. من قبلا بچه بودیم به همه چیز ذوق می‌کردیم. چی؟ قبلا بچه بودیم به نظرم به همه چیز ذوق می‌کردیم. اینم برداشت خودشه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. بچه‌ها ولی یه حقیقتی که وجود داره، حالا ما همه بدیاشو گفتیم، این که مثلا اینجوری گرونه و چیز خاصی نیست و خیلی از انتشارات ها نبودن و این داستانا، ولی چیزی که وجود داره حالا هوای خودشو داره دیگه، خیلی بهتر از خونه نشستنه. اینو قبول ندارید؟ یگانه میگه قبول دارم. دوباره بگو. فضاشو دوست دارم. فضاشو دوست داره. خونه نشستن ایرادی نداره، ولی خب سالی یه بار تنوع بدی. یه بار تو گفتی کلا یک بار تو طول زن، نه دیگه سالی یه بار. سگ تو روی مسلح. من چون 2 سال تو مسلح هستم ارق دارم روش. یگانه میخوام یکی از اتفاقات خوب امروز رو به بچه ها بگم. بچه ها یه خانومه، یعنی یه دختره توی نشر افق اونجا بود،
به من گفت که لباسات خیلی گوگولیه. بعد من خیلی ذوق کردم، باز همون پارچه‌شو خودم انتخاب کردم. خاله‌ام که میشه مامان هانیه برام دوخته، بعد پیشی داره. بچه‌ها، آقا ما امروز رفتیم نمایشگاه کتاب. نظراتمونم که اونجا بهتون گفتیم. یه سری کتاب گرفتم، حالا گفتم بیام با هم دیگه آنباکسش می‌کنیم. البته آنباکسه، نشونتون بدم که چیا گرفتم. این کتابو یگانه گرفته، ما تمامش میکنیم. بخون نظرتو بگو دیگه. آره بلند بگو، صدات بیفته. باشه. بلندتر بگو. باشه. از این گیفتا بهمون میدادن از نشر میلکان که خرید میکردین. حالا بریم کتابایی که گرفتم بهتون نشون بدم. بچه‌ها من یک انتشارات خیلی جدید کشف کردم، یعنی جدید که برای من جدید بوده، فکر نمی‌کنم جدید بوده باشه. تا حالا ازشون فقط یه بار کتاب گرفته بودم و اون موقع هنوز مثلا انقدر نمیدونستم که انتشارات خوب چه تأثیری توی خوب بودن اون کتاب داره، چه حالا از ترجمه بگیر، چه از جنس کاغذ و جنس جلد و کلن همه اینا. حالا یه انتشاراتی پیدا کردم به اسم انتشارات داهی. پیدا کردم که یعنی قطعا بوده از قبل، من تازه مثلا کتاباشونو گرفتم. یه سری کتاب از اونجا گرفتم. این دوتا رو گرفتم که 2 قسمت از انتشارات داهی، چیزهایی که برای هیچ کس تعریف نکردم. کتاب بعدی که گرفتم، البته این کتاب در اصل ابراهیم خیلی دوست داشت اینو بگیره، از همون کتاباییه که گفتم جمله‌های خیلی خیلی کوتاهه، اینقدر مثلا زیاد طولانی نیست و اینا. فکرهای نیمه شبی. کتاب کیمیاگر رو گرفتم. اینم کتاب خیلی خیلی خوبیه، در مورد داستان زندگی یه چوپانه که دیگه خب حس میکنم باز توضیح بدم اسپویل میشه، ولی خب جنبه روانشناسی هم داره. بچه یه کار جالبی که انتشارات داهی کرده، داخل هر کتاب بوکمارک شکل این خود اون کتابو گذاشته. اینها مثلا این بوکمارکشه، اینم که کتابشه و این خیلی جالبه به نظرم. بعد اصلا نمیدونم چرا من خیلی حال کردم با این کار، خیلی به نظرم باحاله. این هم همینطور شکل خود کتابه، خیلی به نظرم کار باحالی کرده. واقعا با این انتشارات داهی خیلی ارتباط برقرار کردم، چون اصلا نمیدونم چرا خیلی دوست داشتمش، خیلی خیلی دوست داشتمش. اصلا حالا توی ویدیو خیلی مشخص نیست، اصلا یه حالت برجسته طور زیبایی نفیس داره. آره. کتاب بعدی که گرفتم کتاب تمام مدت از ریچل ریپینکات. بچه این کتاب نویسنده کتاب 5 قدم فاصله است که فیلمش هم خیلی یه مدت معروف شده بود. من خودم اصلا کتاب 5 قدم فاصله رو نخوندم و فیلمش رو دیدم، به شدت فیلم دردناکی بود واسم. بازم نمیخوام اسپویل کنم، یه خلاصه ای ازش بهتون بگم. در مورد یه دختر پسریه که جفتشون بیمارن و توی یه بیمارستان با هم آشنا میشن، در مورد اونه. بعد این نویسنده اون کتاب اینو نوشته، خیلی دوست دارم بخونمش ببینم در مورد چیه، چون اونو خیلی دوست داشتم. البته میگم فیلمشو دیدم، کتابشو نخوندم. آخریم اگر حقیقت این باشد از کالین هووره. اینم کتاباش خیلی چطور بهتون بگم مشهوره، یعنی تنها کسی که فکر کنم کتاباشو نخونده منم. این اولین کتابیه که از کالین هوور میخونم. بعد خلاصه که آره دیگه دوست داشتم بهتون نشون بدم کتابا رو، وقتی خوندم نظرمو در موردشون بهتون میگم. خلاصه که بوست بهتون، مرسی که ویدیو رو دیدیم. من انقدر خستم، هم که رسیدم گفتم کتابا رو نشونتون بدم. قشنگ چشام داره میره دیگه. باهاتون خداحافظی میکنم و خیلی دوستتون دارم. مرسی منو میبینید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ. بای 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 بای.